سلام دوستان، اگه دنبال یه رسیپی خوشمزه، راحت و مقوی هستین که موقع کوهنوردی، ورزش و حتی رژیم هم گرسنگیتون رو کنترل کنه، هم به تناسب اندامتون کمک کنه، این ویدیو رو از دست ندین. بریم درستش کنیم. برای درست کردن این انرژی بار خوشمزه فقط به چند تا ماده ساده احتیاج داریم. پایه اصلیش خرماست که هم طبیعی، هم شیرین و هم کلی انرژی میده. به اضافه مغز گردو، بادوم، پسته، ارده، عسل، دارچین و جو 2 سرپرک آسیاب شده. تو مرحله اول مغزها رو توی یک کیسه زیبدار میریزیم و کمی خوردشون میکنیم طوری که نه خیلی پود بشن نه درشت بمونن. خرمای مضافتی بدون پوست، 1 قاشق غذاخوری ارده، 1 قاشق جو 2 سرپرک آسیاب شده، 1 قاشق چایخوری عسل، مغزهای خورد شده رو اضافه میکنیم و دارچین. در آخر همه رو با هم خوب مخلوط میکنیم. اول دستاتون رو بشورین که هم تمیز باشه هم کمی مرطوب بشه. حالا میتونین مواد رو به شکل توپ‌های کوچیک در بیارین. برای 1 ساعت داخل یخچال بذارین. حالا هر توپ رو داخل سلفون بذارین و بپیچین. این انرژی بار مقوی رو حتما امتحانش کنید، مخصوصا اگه یه روز پرکار در پیش دارین. اگه درستش کردین تو کامنت ها بهم بگین که چطور شد. تا ویدیوی بعدی، خدافظ.